شما باید با جوانا اجازه بدین که اونا اشتباه بکنن. شما با جوانا باید اجازه بدین که اونا کوشش کنن سر نظرات خود کار بکنن. اگه ناکام شدن هیچ گپ نیست، سر نظر دیگه کار کنن، انشالله کامیاب میشن. دوم، جوانا را زنجیر نکنین، بسته نکنین به مسئولیت‌های جامعی یا مسئولیت‌های فامیلی. اونا را اجازه بدین که کار بکنن، سر نظرات خود کار بکنن، ترقی بکنن و نظر خودتان هم سر تطبیق نکنین. باش که او ده چی خوب است و چی را میخواد بکنه، با اجازه بدین، سپورتشان کنین، انشالله کامیاب میشه و کامیابیش حتما خوبی به جامعه، به خودش، به کل فامیل میاره. علتی که جوانا نمیتونن سر نظریات مفید کار بکنن یا نظریات جدید کار بکنن، به خاطری که جامعه برشان زمینه مساعد نکده که اگر اشتباه کنی ناکام شدی هیچ مشکل نیست، دفعه دوم کوشش که ناکام نشوی. اگر یکی ما در خانواده خود ما یا مثلا در جامعه ما یک چیز شروع کنیم و دو ناکام شویم، به نظرم کل جامعه همیشه ما را به چشم ناکامی میبینه و ای از یادشان میره. اگر یک کس بتونه که درست ایده، یک مفید نظریه تطبیق کنه، او چانس ناکامیش، چانس اشتباهاتش بسیار زیاد است، به خاطر یک ایده کریتیو است و جدید است. اگر شما برین ایلان ماسک، این نبود که در پیپال یا سپیس ایکس یا در تسلا کامیاب شده بود در اولین شات. نه، سپیس ایکس چندین راکت‌هایش ناکام شد و باز دیگهش کامیاب شد و اونا تقریبا به پرینسیپ نزدیک بودن، لیکن جامعه برشان سپورت میداد. انشالله کامیاب میشی، تشویش نکو، پیش برو. چندین مشکلات است که جوانای ما نمیتونن که ترقی بکنن، نظریات زیر کار بندازن. علتشون چیست؟ چندین علت است. یکی فشار فامیلی. کدام وقت یک جوان میشه و او دنیا رو مشناسه، فکر میکنه، با او زودترین فرصت باشن عروسی میکنن. اسلام ای گفته که امکانات داری عروسی بکو، اگر نداری عروسی نکو. اگر به اولادت امکانات داری، اگر باش عروسی بکنی، باز میتونه درس خود بخونه، فاکولته خود بخونه، سر نظریات خود کار بکنه، باش عروسی بکو. اگر امکاناتش نداری، لازم نیست که او را دفعتاً عروسی بکنی، به خاطر که باید بره یک چیزی به خود جور کنه که تا بتونه به یک زندگی خوب به خود تیار کنه و هم به اولادش، به خانمش و به خودت. این اولین اشتباهی که مردم میکنن. دویم اشتباه، اکثر والدین اولادای خود ATM ماشین میبینن که بچیم ما تو را در دنیا آوردیم، تو را کلان کردیم، امروز کلان شدی، خودت به ما مسئول هستی، به مادرت مسئول هستی و ایرا فاینانشل اینوستمنت میبینن که چون ما سرت اینوستمنت کردیم، پیسه مصرف کردیم، آلی سر ما پس مصرف کو. نه فقط سر ما، بلکه سر خالد، مامای، چاچت، کاکایت، اگر هر کس در او خاندان است، همسایه است یا کسی از دورتر از خودگیست، باید سر به کل مسئول هستی، به خاطر ما تو را کلان کردیم. اصلا در اسلام اینطوری نیست. اسلام بدون شک خودت مسئول هستی، با والدینت حتی برادرت هم مسئول نیستی. لیکن جامعه ما این نفر قدر مسئول میسازن که اگه خارج از کشورم بره، دوجم نمیتونه سر نظر جدید کار کنه یا یک درس جدید بخونه تا بتونه تغییرات مثبت بیاره، چون هر شو باید باش یاد شوه که مسئول هستی، هیچ کار کنه نمیتونی. این کلانترین اشتباهی که ما میکنیم. یک اشتباه دیگه است که جامعه ما کدام وقت که یک کسی سر یک نظریه کار میکنه و اون نظریش کامیاب شد، الحمدلله. اگر ناکام شد، اون نفر مکمل ناکامی میبینن. این یک چیز غلط است. اگر کامیاب شد، میگن خودت از برکت ما کامیاب شدی. او را تشویقی خود نمیدن که جزاک الله خیره، الله سبحانه و تعالی خودت رحم کرد، تکلیف زحمتت بود و کامیاب شدی. اکثر مردم میگن به دیگه ماشاءالله با برکت ما بسیار ترقی کردی و بسیار خوب شدی، اصلا یا نیکبخت بودی، بخت داشتی. و از یادشان میرن که روزا شو شده و شوا روز شده به خاطری که مشغول کار، بدونی که بره در رستوران نان خوب بخوره، او رفته سر خود مصرف کرده، سر درس خود، سر ذهن خود، سر تحصیل خود. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.